وقتی که به درآمدگاه رسید از مسئولین نقش شیفته را پرسان شد. مسئولین گفت برای شما نقش شیفته 15 تومانی، برای کودکان از سن 6 ساله بالا نقش شیفته 10 تومانی و برای کودکان سن تا 6 ساله درآمد رایگان است. فرزندان شما چند ساله؟ من گفت پسرم 3 ساله و دخترم باشد 7 ساله. درمان گفت شما می‌توانید 10 تومانی را به جیبتان گذارید و به من بگویید که دخترم 6 ساله است. من دقت نمی‌دادم. من گفت درست، شما دقت نمی‌دادید، اما فرزندانم دقت می‌دادند. اولین درسی که والدان باید به فرزندانشان آموزند این راستگویی است.